ما انسان‌های اولیه تنها اضطرابمون 2 چیز بود. 1. ترس از کمبود غذا. 2. حمله حیوانات. اما شما انسان‌های پیشرفته اضطراب‌های بیشتری دارید. از اینکه آینده شغلیتون چی میشه، آیا به آرزوهایی که دارید میرسید، درآمدتون قراره چقدر باشه، کشوری که داخلش هستید قراره به کجا برسه، نگرانی به خاطر بیماری‌ها، به خاطر روابط، حتی منی که انسان عصر حجرم، همه اینها باعث میشن از آینده بترسم و مضطرب باشم. توی زمان حال زندگی میکنی؟ ترس از این که نکنه یه شیر به هم حمله کنه باعث میشه مدام نگران آینده باشم. ترس از این که نکنه امروز نتونم غذا برای خوردن پیدا کنم باعث میشه از آینده بترسم. همین ترس ها باعث میشه توی زمان حال زندگی نکنم. زندگی شما هم همینه. نگرانی های خودآگاه و ناخودآگاهی که نسبت به آینده خودتون دارید شما رو مضطرب میکنه. نگرانی هایی نسبت به شغل، مسائل مالی، ظاهر، سلامتی، روابط عاطفی و اجتماعی و در مجموع آینده. همه اینها باعث میشه فراموش کنیم در زمان حال زندگی کنیم. چطور در زمان حال زندگی کنیم؟ وقتی ذهن یا توی گذشته است یا توی آینده باعث میشه زمان حال رو فراموش کنیم. یکی از کارهایی که باعث میشه به زمان حال برگردیم مدیتیشنه. تمرینات مدیتیشن برای اینه که ما ذهنمون رو خالی کنیم تا بتونیم توی لحظه زندگی کنیم. یادمون میره چقدر نعمت داریم. ما همیشه کلی نعمت داریم اما فراموششون میکنیم. مثلا این دوست من قاتینگاست. قاتینگا یه روز یه خر خرید. وقتی من دیدم اون خر داره و من خر ندارم خیلی ناراحت شدم. همین باعث شد کل فکر و ذکرم بشه خریدن خر. ناخودآگاه یادم رفت که من همین الان هم کلی نعمت دارم. همین که میتونم ببینم، میتونم بشنوم، بلدم آتیش روشن کنم، هنوز حیوانهای وحشی من رو نخوردن و من زندم. همه اینها نعمته. دنیای مدرن شما باعث شده مدام درگیر چیزهایی که ندارید بشید. به خاطر همین یادتون میره که چه نعمتهای مهمی رو همین حالا دارید و فراموشش کردید. چیزی نخواه، کار درست رو انجام بده. یه بخشی از اضطراب ما به خاطر خواسته های ماست. مثلا من آرزو دارم برای خودم یه دایناسور خونگی داشته باشم یا یه غار توی بالا شهر بخرم یا یه عرابه مدل بالا بخرم. اضطراب من از همینجا شروع میشه. وقتی یه چیزی رو میخوام ولی ندارم مضطرب میشم، استرس میگیرم. فکر میکنم باید یه کار خاصی انجام بدم تا به خواسته هام برسم. ولی من یه قانون توی زندگیم گذاشتم. اینکه کار درست رو انجام بدم بدون اینکه چیزی بخوام. هر روز به جای اینکه بگم چرا من غار توی بالا شهر ندارم، فقط کاری که فکر میکنم درسته رو انجام میدم. روی خودم کار میکنم، سعی میکنم هر روز بهتر از دیروز باشم. به فکر چیزهایی که ندارم یا آرزوشون رو دارم نیستم. فقط کار درست رو انجام میدم. ما خوب یا بد بودن اتفاقات رو نمیدونیم. یه روز غار من آتیش گرفت و سوخت. این اتفاق خوب بود یا بد؟ شاید فکر کنید بد بود. اما همین باعث شد که من کار با چوب رو یاد بگیرم و برای خودم یه خونه چوبی بسازم. حالا این اتفاق خوب بود یا بد؟ شاید فکر کنید خوبه. اما همین خونه چوبی باعث شد بقیه انسان‌های قبیله از من بدشون بیاد و من رو ترک کنن. حالا این اتفاق خوبه یا بده؟ شاید فکر کنید بده. اما همین که افراد قبیله از پیش من رفتن، شیر به اونها حمله کرد و تنها کسی که زنده موند من بودم. ما یک سری خواسته داریم که فکر میکنیم اگه بهشون برسیم خوبه. باید بهتون بگم که ما هیچ وقت خوب یا بد بودن اتفاقات رو نمیدونیم. خیلی از آدم‌ها توی همین قبیله ما بودن که فکر میکردن اگه ازدواج کنن خوبه و خوشبخت میشن. اما بعد از چند وقت بدترین تصمیم زندگیشون
ازدواج بوده و بعدش طلاق گرفتن. بنابراین ما هیچ وقت خوب یا بد بودن اتفاقات رو نمیدونیم. هر اتفاقی میفته خیره. من باور دارم که هر اتفاقی که برام میفته خیره. ما هیچ وقت از پازل نهایی خبر نداریم. یه بچه رو توی قبیله تصور کنید که مادرش بهش دارو میده. بچه فکر میکنه دارو چیز بدیه و مادرش هم آدم بدیه. اما مادر که فهمش از بچه بیشتره میدونه که دارو با اینکه تلخ و بدمزه است به نفع بچه است. خیلی از اتفاقات زندگی ما ظاهرشون بده، اما ما هیچ وقت از پازل بزرگتر خبر نداریم. هیچ وقت نمیدونیم که شاید همین شرایط سخت قراره به نفع ما تموم بشه.